با سلام و عرض ادب در ادامه بحث مقدمات و اصول بنیادی اخلاق پزشکی در خدمتتون هستم. جلسه قبل در مورد تعریف و تاریخچه اخلاق پزشکی، اصول چهارگانه اخلاق پزشکی صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد رابطه پزشک و بیمار و مسئله رضایت آگاهانه صحبت کنیم و اگر زمان اجازه داد بریم به سمت محرمانگی و رازداری حرفی. خب، لحاظ اخلاق پزشکی یکی از مباحث بسیار مهم در زمینه اخلاق پزشکی رابطه پزشک بیمار هست. خب رابطه پزشک و بیمار لحاظ اخلاق پزشکی به 4 دسته مدل های رابطه پزشکی 4 دسته تقسیم میشن. مدل اول و پایه مدل پدرسالارانه یا پترنالیستیک هست. در این مدل پزشک تصمیم میگیره و بیمار عمل میکنه و کمترین استقلال بیمار داره. در مدل پدرسالارانه یا پترنالیستیک رابطه‌ایه که پزشک به عنوان یک تصمیم گیر اصلی عمل میکنه و نقش بیمار منفعل و پیرو دستورات. این مدل هم ریشش در سنت بقراطیه که فرض میکنه که پزشک همیشه خیر و صلاح را بیمار رو میدونه و به خوبی خیر و صلاح بیمار رو میشناسه و میتواند بدون مشارکت بیمار تصمیم بگیره. چند تا ویژگی داره این مدل. اولینش عدم ارائه اطلاعات کافی به بیمار و بهانه‌ای هم که میارن عموما اینه که دنبال جلوگیری بشه از نگرانی بیمار. دومین مشخصه اصلی و ویژگی این نوع رابطه عدم جلب رضایت آگاهانه است و سومین مشخصه اولویت تشخیص پزشک بر ارزش‌ها و خواسته‌های اولویت تشخیص پزشک نه ارزش‌ها و خواسته‌های بیمار. خب از لحاظ اخلاقی چند تا نقطه قوت داره. یکی که در بعضی شرایط خاص مثل مواقع اورژانس که بیمار قادر به تصمیم گیری نیست، مثلا بیهوشی یا در درمان‌های استاندارد و کم خطر مثل تجویز اون آنتیبیوتیک برای عفونت آشکار میتونه خیلی نجات بخش و کارآمد باشه. اما نقطه ضعفش از لحاظ اخلاق پزشکی نوین بر اساس همون اصول چهارگانه خدمتتون میگم که استقلال بیمار یا اتونومی بیمار نادیده گرفته میشه و بیمار حق انتخاب نداره. حالت خطر خودکامگی پزشک افزایش پیدا میکنه. یعنی ممکنه پزشک یک جاهایی به جای خیر بیمار یا صلاح بیمار منافع یا باورهای شخصی خودش تامین کنه. مثلا من علاقه خاصی دارم برای فلان دارو که استفاده بکنم، ولی بیمار میگه که من آقای دکتر همیشه من علاقم در درمان وسواس اینه که اولین خط مثلا پاروکسیتین استفاده کنم، اما بیمار میگه نه آقا من پاروکسیتین خوب نیست برام، فلوکسیتین میخوام بخورم. پاروکسیتین خواب‌آوره، قبلا خوردم، فلوکسیتین کمتر خواب‌آوره. ولی اونجا مسئله باور شخصی من بیمار تحمیل میکنم در این رابطه، میگم نه شما باید پاروکسیتین بخوری و پاروکسیتین برات بهتره. و یکی از عوارض این چیزم خب یک مشکل دیگه هم که وجود داره از دست رفتن اعتماد بیماره. بیمار با احساس تحقیر یا نادیده گرفته شدن ممکنه همکاریش کمتر کنه. و نکته اصلی اینه که با قوانین مدرن هم بسیار مغایرت داره، چون در بیشتر کشورها قانون اینه که رضایت آگاهانه و در پیش شرط مداخلات پزشکی است. پس نتیجه گیری اخلاقی اینه که امروزه فقط در شرایط اضطراری، مثلا وقتی که طرف اصلا دیگه نمیتونه تصمیم بگیره و گاهی هم اوقات برای کودکان خردسال این مدل به اصطلاح مورد قبوله، اما در بقیه موارد به خاطر مسئله اتونومی باید حتما نقش بیمار را در نظر بگیریم. خب مدل بعدی که وجود داره مدل اینفورماتیو یا مدل اطلاع رسانی است که گاهی مدل علمی فنی
یا مصرف کننده هم نامیده میشه و در مقابل مدل پدرسالارانه. در این مدل نقش پزشک فقط ارائه اطلاعات بی‌طرفانه درباره وضعیت بیمار، گزینه‌های درمانی، شواهد علمی و خطرات و مزایای. بعد بیمار بر فرض که میگیریم که کاملا عاقل و مستقله، بر اساس ارزش‌هاش و اولویت شخصیش میتونه تنها تصمیم بگیره و بنابراین پزشک هیچ ترجیحی رو ابراز نمیکنه و در انتخاب بیمار دخالت نمیکنه. مثلا بیمار میاد میگه که مثلا من دچار وسواس هستم، شما میگه درمان وسواس با فلان دارو شروع کنیم، مثلا 20% بهبود است، با فلان دارو شروع کنی 50%، ولی عارضه 1 2 3 را داره، مثلا شوک اگر بدی این عوارض داره ولی بهبودی 100%. فقط به صورت این فرم اطلاع میدی بهش و اون میگه خب آیتور با توجه به شرایط موجود مثلا من شوک انتخاب میکنم. نقاط قوت این مدل اینه که اولا حد اکثر احترام به اتونومی بیمار داده میشه و بیمار رضایت آگاهانه واقعی را میگیره. بیمار با دانش خودش کامل تصمیم میگیره و مشخصه بعدیش که هیچ اطلاعاتی پنهان نمونه و شفافیت کامل هست. اما نقاط ضعفش از منظر اخلاق پزشکی مسئله غفلت از اصل خیررسانی یا بینیفینسنس است و عدم ضرر نان مالیفینسنس است. پزشک اگر بدون انتخاب بیمار خطرناک یا اشتباه است و بازم کناره‌گیری کنه و در تصمیم دخالت نکنه، این میتونه غیر اخلاق باشه. عیب بعدی بار سنگین تصمیم گیری به دوش بیمار میفته. بسیار از بیماران توانایی درک اطلاعات پیچیده پزشکی یا تحمل مسئولیت از تصمیم گیری را به تنهایی ندارند. ایراد بعدی از رفتن رابطه درمانی انسانی باشه و پزشک تبدیل میشه به یک تامین کننده اطلاعات. یعنی مثلا شما میرید تو چت جی پی تی علائمتون بدید، اونم تشخیص میده، برات داروهای انتخاب میکنه، پس هیچ فرقی با انسان دیگه نداره. ایراد بعدی نادیده گرفتن آسیب پذیری بیماره. در شرایط بحرانی و پر استرس بیمار واقعا به راهنمایی و حمایت پزشک نیاز داره. مثلا فرض کنید که بیمار یک موقعیت بحرانی براش پیش اومده، شما اطلاعات میدی، انقدر این موقعیت بحرانی طرف نمیتونه درست تصمیم بگیره، به لحاظ اخلاقی درست نیست که ما هم چیکاری بکنیم. پس اگر مقایسه‌ای بکنیم، مدل اینفورماتیو برای بیماران مستقل و آگاه ایدئاله. مثلا شما اگر مریض پزشک در شرایط بدون استرس و بدون اورژانس باشه خیلی خوبه، اما برای همه موقعیت‌ها و برای بیمارانی که اطلاعات پایین‌تری دارن مناسب نیست. مثلا فرض کن در مورد کودکان، سالمندان و یا کسانی که سواد اطلاعاتی کمی دارن. بنابراین این مدل اینفورماتیو هم ایرادهایی دارد. خب مدل بعدی مدل اینترپراتیو یا مدل تفسیریه. یکی از مدل‌های کلیدی در مدیکال اتیک، اولین بار توسط دکتر ازرا امانوئل و همسرش لیندا امانوئل معرفی شد. این مدل تقریبا میشه گفت نقطه میانی نوع پترنالیستیک و اینفورماتیو. در مدل تفسیری پزشک مثل یک مشاور یا راهنما عمل میکند. وظیفش فقط ارائه اطلاعات خام نیست، بلکه کمک به بیمار برای کشف، شفاف سازی ارزش‌ها، اولویت‌ها و اهداف درمانی است. پزشک با پرسش‌های هدفمند و همدلانه به بیمار کمک میکنه بفهمه که واقعا چه چیزی براش بهتره و چه چیزی مناسبه و سپس یک گزینه درمانی متناسب با آن ارزش‌ها را پیشنهاد میکنه. ولی در نهایت انتخاب بازم با بیمار. تفاوتش با مدل‌های دیگری که برخلاف پدرسالاران پزشکی چیز تحمیل نمی‌کنه، بلکه ارزش‌های بیمار و معیار واقعی را کشف می‌کنه. با مدل اینفورماتیویه که پزشک بی‌طرف نیست، بعد از اون که اطلاعات گرفت راهنمایی کرد توصیه خودش هم ارائه بده. مثلا بیمار مبتلا به سرطان پروستات بین جراحی، رادیوتراپی و نظارت فعال مردده. پزشک به جای اینکه بگه که بهترین کار برای جراحی مثلا یک نگاه اون پدرسالارانه، یا صرفاً فهرست کنه که مثلا عوارض اینه خودت باید انتخاب کنی،
یک سوال 30 سوالاتی میپرسه. مثلا میپرسه که آیا حفظ اون مسائل عملکرد جنسیتون برای شما خیلی مهمه یا حذف کامل کردن درمان کامل سرطان؟ و یا سوال بعدی، چقدر از عوارض ادراری ناشی از رادیوتراپی لگن آگاه هستی و نگرانش هستی؟ و سپس میاد بر اساس اون پاسخهایی که میده مناسب ترین گزینه رو انتخاب میکنه، تفسیرش میکنه و برای بیمار پیشنهاد میکنه. از لحاظ اخلاقی نقاط قوتش احترام کامل به استقلال بیماره. بیمار تصمیم نهایی را میگیره. پشتیبانی از بیمار در شرایط پیچیده انجام میشه، یعنی راهنمایی داده میشه. حفظ کرامت و رابطه انسانی. پزشک یک همراه و مدل، نه بی‌تفاوت، نه یک دیکتاتور. و نهایتاً کاهش پشیمانی از تصمیم. انتخاب با ارزش‌های بیمار واقعا هماهنگ شده و احتمالی که پشیمان بشه کم داره. اما یک سری محدودیت‌هایی داره. اولا زمان بره. در سیستم‌های شلوغ، اما مثلا فرض کن در درمانگاه بیمارستان امام نشستیم می‌خوایم چیکاری انجام. دومین محدودیتش نیازمند مهارت‌های بالای ارتباطی و همدلی داره پزشک. یعنی پزشک باید بلد باشه ایمپاتی کنه، سیمپاتی کنه، کامیونیکیشن اسکیلش داشته باشه و اینا. و سومی که در شرایط بحرانی و اورژانسی هم قاعدتاً قابل اجرا نیست. نظر اخلاقی غالب اینه که این مدل تفسیری یکی از بهترین رویکردها در اخلاق پزشکی، چون که هم به استقلال بیمار احترام میذاریم، هم از تخصص مسئولیت حرفه‌ای پزشک هم استفاده میشه. خب مدل بعدی مدل مذاکره یا دلیبریتیو است که بعضی مواقع تأملی یا مراقبتی هم ترجمه میشه. آخرین و پیشرفته ترین مدل از چهارگانه امانوئل و این مدل فراتر از تفسیر ارزش‌های بیمار رفته و وارد فضیلت‌گرایی اخلاقی میشه. یعنی چی؟ در مدل دلیبریتیو پزشک نقش یک دوست فرزانه یا مرشد اخلاقی را داره. او نه تنها ارزش‌های بیمار را کشف میکنه، بلکه به بیمار کمک میکنه تا ارزش‌های خودش رو بازبینی کنه، نقد کنه و در صورت نیاز ارتقا بده. ببینید فرقش با نوع تفسیر اینه. پزشک و بیمار با هم درباره بهترین کار ممکن مذاکره و تأمل میکنن. پزشک صرفاً یک گزینه فنی ارائه نمیدهد، بلکه فضایل اخلاقی مثل شجاعت، مسئولیت پذیری، همبستگی خانوادگی را وارد بحث میکنه. تفاوت کلیدیش که با مدل تفسیری چیه؟ در تفسیری به بیمار کمک میکنه که بفهمه ارزش‌های من چیه و بر اساس اون تصمیم میگیره. در مذاکره یا دلیبریتیو به بیمار کمک میکنه بفهمه که ارزش‌های من آیا ارزش‌های خوبی هستند؟ آیا باید تغییری در اولویت‌ها بدم؟ مثلا در مثال قبلی طرف میگه نه من رابطه جنسی برام مهمه، بنابراین نمیخوام جراحی کنم، رادیوتراپی کنم. اونجا پزشک میاد میگه که ببین اگر مثلا بخوای هم چیزی براتون باشه 6 ماه بیشتر نمیتونی رابطه جنسی داشته باشی یا ممکنه بمیری، ممکنه نارسا بشی. پس اینجا میاد ارزش بیمار، اون نظری که داره رو چالش میکشه و به حساب تکامل میده. یا مثلا یک بیمار مبتلا به نارسایی کلیه که مصرف الکل زیادی داره میگه که من لذت نوشیدن برایم از همه چیز مهمتره. در مدل اینفورماتیو پزشک خطرات را میگوید و میگوید هر کاری دوست داری بکن. در مدل ایمپراتیو یا مدل تفسیری کمک میکنه بفهمید که آیا واقعا همین اولویت رو دارید، فقط همین اولویت دیگه ای نداری. مثلا در مدل مذاکره یا دلیبریتی پزشک میگه که ببین به عنوان کسی که سلامت شما برام مهمه، فکر میکنم ارزش دادن اولویت مطلق به لذت لحظه‌ای در برابر بیماری کشنده ارزش عاقلانه‌ای نیست. بیاید با هم بررسی کنیم چطور میتونیم هم لذت ببریم و هم زنده بمونیم. پس ببینید این نوع دلیبریتیو میاد اون ارزش ها رو میاد ارتقا میده، بحث میکنن در مورد ارزش ها. از لحاظ اخلاقی نقاط قوت چطور معمول بهتون بگم.
جامع‌ترین مدل همون مدل دلیبراتیوه که هم به استقلال، هم به خیرستانی، هم عدالت و هم فضایل اخلاقی توجه میکنه. برای بیماری مزمن و تصمیمات پیچیده مثلا شروع دیالیز، جراحی‌های پرخطر، مراقبت‌های پایان حیات بسیار مناسب و خوبه. برای بازسازی اعتماد پزشک به عنوان یک خیرخواه حقیقی، نه یک تکنوکرات بی‌طرف، خیلی خوب کمک میشه و ظاهر میشه. اما یک سری انتقاداتی داره. اولین مهمترین انتقاد اینه که خیلی زمان بره. دومی که خطر این داره که پزشک به صورت ناخودآگاه مرز بین ارتقای ارزش‌های بیمار و تحمیل ارزش‌های خودش نتونه تشخیص بده و بخواد در بعضی مواقع ارزش‌های خودش تحمیل کنه به بیمار. و نهایتاً این که نیاز به مهارت‌های فوق‌العاده ارتباطی و اخلاقی داره که بیشتر پزشکان ما متأسفانه ندارن. و بعد نکته دیگه هم که عموما فرهنگ‌های فردگرا مثل آمریکا اینه میگن که آیا پزشک مجازه که ارزش‌های بیمار رو نقد کنه، باید چالش کنه. این چیزاییه که میشه گفت در مورد این وجود داره. اما در نهایت نظر نهایی اخلاق پزشکیه که مدل دلیبراتیو از نظر نظری ایدئال ترین مدله، اما در عمل محدودیت‌های جدی داره. بیشتر منابع و رفرنس های امروزه مدل اینتراپراتیو و مدل دلیبراتیو را به عنوان ترکیبی توصیف میکنن که یک سری عناصری از اون استفاده کنیم، یک عناصری از این، و زیاد هم مستقیما هم ارزش‌های بیمار را نقد نکنیم. در مواردی هم که ارزش‌های بیمار به وضوح خود تخریبگر یا آسیب رسان به دیگران است، مدل مذاکره‌ای میتواند الزام اخلاقی باشه. این خلاصه‌ای بود که در مورد رابطه پزشک و بیمار در لحاظ مدیکال اتیک براتون گفتم. حالا وارد بحث رضایت آگاهانه میشیم. خب ببینیم در بحث رضایت آگاهانه چی داریم که در موردش صحبت. خب در مورد رضایت آگاهانه یه بحث بسیار گسترده‌ای در مدیکال اتیک هست. 5 تا مؤلفه رضایت آگاهانه داره که اینجا می‌بینیم: افشای اطلاعات، درک و فهم، اهلیت، داوطلبانه بودن و تصمیم گیری. حالا یکی یکی من توضیح میدم ببینم چی. افشای اطلاعات یا دیسکلوزر یعنی اینکه پزشک موظف اطلاعات کافی، قابل فهم و بدون سوگیری درباره تشخیص، ماهیت درمان، خطرات، فواید، گزینه‌های جایگزین و عواقب عدم درمان در اختیار بیمار قرار بده. نوع در قسمت دوم درک و فهم، understanding، در واقع اطلاعات باید به زبانی ساده باشه، غیر تخصصی ارائه بشه. من یادم زمان دانشجویی، زمانی که سال 2-3 بودم، رفتیم یکم تپش قلب، احساس مشکلاتی تو قفسه سینه داشتیم، رفتیم پیش یکی از متخصصین قلب مشهور شهر. خب وقتی که فهمید دانشجو پزشکیم خیلی احترام و تقدیر گفت. بعد انقدر اصطلاحات علمی به کار برد، انقدر ابریویشن به کار برد که من هیچی نفهمیدم عملا و گیج شدم و نگران‌تر. و همین باعث شد که برم در حدود 20 روز تمام ابریویشن کورس قلب بیام حفظ کنم و یاد بگیرم که تازه بفهمم این چی گفته. حالا ببینید فکر کنیم من پزشک، من دانشجوی پزشکی. پس اطلاعات باید به زبان ساده باشه، غیر تخصصی ارائه بشه. یعنی حتی اگر بیمارتون هم پزشکه، حتی بیمارتون پرستار است، نباید کلاس بذاری اصطلاحات عجیب غریب استفاده کنه. و بعد پزشک باید مطمئن بشه که بیمار واقعاً معنای اطلاعات را فهمیده، نه اینکه فقط شنیده است. استفاده از نمودار، ترجمه شفاهی و تکرار از روش‌های کمک به درک. یعنی مثلا صحبت میکنیم که تا اینجا متوجه منظورم شدین؟ بله. نشدم؟ خب اگر موافق باشیم من این تیکه رو برات بیشتر توضیح بدم. سومین پایه این رضایت آگاهانه مسئله اهلیت یا کپیسیتی یا کامپتنسی یا هدایت است. باید بیمار
توانایی ذهنی و قانونی برای تصمیم گیری برخوردار باشه. مواردی مثل سن قانونی، مثلا سن زیر 18 سال، نداشتن اختلال شناختی شدید مثلا بیمار آلزایمری، دمانسی، تحت تاثیر مواد، نبودن تحت تاثیر مواد و نداشتن بیماری روانی حاد که قضاوت را مختل می‌کنه. ببین بیماری روانی حاد، مثلا فرض کنید یک بیمار بایپولار دارید در حال رقص و آواز، اون قاعدتا در مورد مشکلات کنسر سرطان، کنسر ملانومی که تو چشمش هست متوجه نیست، قضاوتش مختلف. اما مثلا طرف یک بیمار کیس شناختی بایپولار شده، بایپولار، اسکیزوفرنی، الان هم در حال کنترل، پس اون عدم قضاوت براش مطرح نمیشه. در صورت نبود این توانایی‌ها باید از یک قیم قانونی یا نماینده بیمار کمک بگیریم. چهارمین مشخصه داوطلبانه بودن است، یعنی ولانترینس هست. تصمیم باید آزادانه و بدون اجبار، تهدید، فشار روانی، فریب یا تطمیع گرفته شود. حتی فشار غیر مستقیم هم ممنوعه. مثلا اگه جراحی نکنی میمیری، تا 1 ماه دیگه میمیری، بهت گفته باشم، فردا نه یقه ما رو بگیری. یا مثلا ببین این کارو بکنی، برو فرض مثلا این عمل جراحی مطمئن باش 100% تاثیر داره، این یعنی فشار، بنابراین باید حواسمند باش. بدون ارائه توضیح متعادل این اصل نقض میشه. پس توضیح باید متعادل و درست باشه. در نهایت پایه بعدی رضایت آگاهانه تصمیم گیری یا دیسیژن مرحله نهایی که در آن بیمار حق داره درمان را بپذیره یا رد کنه. در بسیاری از نظام‌های حقوقی حق رد درمان حتی اگر به مرگ بیمار منجر بشه، مثلا طرف میگه من خون نمیگیرم، این خونی که من میگیرم حرامه، مثلا از لحاظ در بسیار از نظام‌های حقوقی پذیرفته میشه، البته به شرط که بیمار توانایی تصمیم گیری داشته باشه. مثلا فرض کنید که مثلا یک بیمار یک مورد اورژانسیه، تو شوک هایپوولمیکه، نمیتونه تصمیم بگیره، متوجه مکان زمان نیست، بنابراین اینجا نباید اینو براش بپذیریم. این 5 مؤلفه رضایتی یک فرآیند پویاست، خشک و ریجید نیست و اینم بهش نیست شما یک برگ بدی، این کاری که ما انجام یک برگ بدی امضا بکنه. باید رضایت آگاهانه در طول زمان، در طول درمان و در صورت تغییر شرایط مجدداً گرفته بشه. یادمون باشه که ارتباطش با اون مدل‌های پزشکی، رضایت آگاهانه با مدل اینفورماتیو و تفسیری دلیبراتیو هماهنگی کامل داره، اما با مدل پدرسالارانه کاملا در تعارضه، چون در مدل پدرسالارانه گفتم افشای کامل اطلاعات یا جلب رضایت ضروری تلقی نمیشه. پس اینم در مورد رضایت آگاهانه یک بخش مهم دیگه از مسئله اخلاق. خب من از اونجایی که جلسه بعدی جلساتمون برای دانلود مشکل داره به همینجا اکتفا میکنم. انشالله در جلسه بعدی در مورد محرمانگی و رازداری حرفه‌ای صحبت خواهیم کرد. ممنون از اینکه بنده را تحمل کردید. مواظب خودتون باشید.